بعدم یه سری خانواده مخصوصا پدرها، حالا برو دیگه برو، من رفیق من همکلاسی من مثلا همکلاسیشو پدره رو مثلا میگم، یه همکلاسی داشته مثلا سوم دبستان که مثلا میشه قبل انقلاب 54 سال پیش، مثلا اینا یه سال بغلم بودن، اون یارو مثلا رفته الان توی مثلا نروژ یا سوئد موفق شده. پسر چیه؟ حالا پدر خودش مثلا خارکوسه طول‌کندوان بالاتر نرفت. برو تو باید بری که بری چیه؟ کجا بره؟ آقا اون انگوش شمارن، یارو اومد آره رو سقف خونه میخوابید، موزاییک کار بود، بعد موفق شد. مگه چند تا اینا؟ برو گوگل بکنیم ببین تو دنیا 100,000 تا آدم اینجوری هست نیست به قرآن. ما آدمای اوریج هستیم، ما آدمای نرمال هستیم، ما به اونا ربطی نداریم که. صنعت یاد بگیر، اگر میخوای مهاجرت بکنی مهاجرت بکن برادر. چرا یه نخبه داره میاد تمام دانشگاه خارج خایمالشن؟